آقای سلیمان 1372 پیام فرستادن و گفتن که آقایان سلفی غالی ریش میذارن تا بند ناف و سرشون لخت، با این کارشون به سنت پیامبر توهین میکنن. کجا این کارشون سنته؟ اینها با اونایی که پیشانیشون رو با سیب زمینی داغ میکنن نشون بدن که سلف صالح هستن. بابا فراموش کردید که برای ملت ایران برنامه دارید. و یک سری مطالبی که واقعا شایسته نیست برادر عزیز آقا سلیمان که شما این گونه برخورد بکنید. ببینید، اولا ریش گذاشتن سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. در مورد این که ما باید پیرو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم باشیم، الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم در سوره نساء آیه 59 می‌فرماید که یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. ای مؤمنین، از الله و رسولش اطاعت کنید و اولو الامر منکم، و از اولو الامرتان، فان تنازعتم فی شیء فردوه الی الله و الرسول ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر ذلک خیر و احسن تأویلا. از الله و رسولش اطاعت بکنید و اولو الامر، کسانی که حاکمان شما هستند، امامان شما هستند، علمای شما هستند، ولی امر شما هستند، از اونها هم اطاعت کنید مادامی که از الله و رسولش اطاعت میکنند. و اگر که با اولو الامرتون درگیر شدید، مشکلی پیش اومد، برگردانید به الله و رسولش، چرا حرف الله و رسول فصل الخطاب است. اگر که شما مؤمن هستید به الله و به روز آخرت، این برای شما بهتر است. ما طبق این آیه ملزم هستیم بر این که از سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیروی بکنیم. همه مذاهب اسلامی، حتی شیعه، همه مذاهب اسلامی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، زیدی و غیره، حتی شیعیان که خودشونو جزئی از مذاهب اسلامی میدونن، اتفاق نظر دارن در این که تراشیدن ریش حرام است. در قضیه حرمت تراشیدن ریش همه مذاهب اهل سنت اتفاق دارن، چه کسی شافعی است، مالکی است، حنبلی است، هر چی که است، حنفی است. در این مورد هیچ شک و شبهه‌ای بین علما وجود نداره و دلیلم تاکید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بر این مسئله است. اما قضیه اندازه ریش، حالا چقدر باشه چقدر نباشه، اونهایی که ریش بلند دارن، ریششون تقریبا یک قبضه است طبق روایاتی که وجود داره. به طور مثال استاد بزرگوارمون جناب شیخ فضل الحق سلیمانی، ریش ایشون طبق روایاتی که از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به ما رسیده طبق سنت است و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در روایات متعدد، مثلا در کتب حدیث ما در مسلم و بخاری و در کتب سته‌ای که هست ما روایت های صحیح داریم از رسول الله صلی الله علیه و سلم که فرمودن خالف المشرکین، با مشرکین مخالفت بکنید، قص الشوارب، سیبیلاتون رو کوتاه بکنید، وحف اللحى، و ریشتون رو بگذارید. و در بین اکثر این روایت هایی که وجود داره همون یک قبضه بیشتر روش تاکید شده که صحابه این کارو میکردن. در روایت دیگه و ارخ اللحى خالف المجوس، ریشتون رو رها بکنید و با مجوس مخالفت بکنید. مجوس آتش پرستانی که ریششون رو میتراشیدن. وفر اللحى، ریشتون رو بزرگ بگذارید. عوف اللحى، ریشتون رو رها کنید و بگذارید و کوتاه نکنید. همه این روایت ها دلالت بر این داره که کسی که ریش بلند داره طبق سنت صحیح رسول الله
صلی الله علیه و آله و سلم است. حالا یک کسی الله سبحانه و تعالی این توفیق رو بهش نداده که 100% ظاهرش رو طبق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده بکنه، براش جایز نیست که بر دیگران خورده بگیره. آی فلانی سلفی غالی است، ریش بلند داره، پس ریش بلند فلانی چون ریش بلند داره ریش بلند بد است. خب خیلی از سران کمونیستام ریشای بلند داشتن، لنین هم ریش داشت. شما در بین 40 چند رئیس جمهور آمریکا اگر بگردید تقریباً 20-25 رئیس جمهورای اولشون، جورج واشنگتن و نمیدونم خیلی هاشون از اینا ریشای بلند داشتن. ریش خمینی و خامنه‌ای هم بلندتر بود. نه اون دلیل میشه که والا رئیس جمهور آمریکا و یا مؤسس حزب کمونیست شوروی اینها مسلمان بودن، پیرو سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. نه اینکه حالا فردا یک مسلمانی با ریش بلند اگر عمل خلاف دین یا خلاف اخلاق مرتکب میشه ما بخوایم سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو زیر سوال ببریم. به طور مثال شاید اکثریت کسانی که این برنامه رو دارن نگاه میکنن کسانی باشن که ریش ندارن. ریشدار امروز مثلا بدون ریش انسان‌های مثلا هیتلر ریش نداشت، نصف دنیا رو به آتش کشید. خیلی از جنایتکاران ریش ندارن، خیلی از دزدا و سارقین و قاچاقبرا ریش ندارن، خیلی از انسان‌های فاسق و فاجری که در فسادهای اخلاقی گرفتارن ریش ندارن. خب دلیل نمیشه که ما بگیم که خب مردم همه ریش بگذارید چون که کسایی که ریشاشون رو تراشیدن گرفتار این مشکلات هستن. شاید یک کسی هستن، من نمیخوام تایید بکنم تراشیدن ریش رو، یک انسانی که شاید ریشش هم بتراشه خیلی از من متقی‌تر و پرهیزگارتر باشه. اما وقتی که میایم سر سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، بله ریش گذاشتن سنت است، واجب است که ما ریش بگذاریم. پیامبر صلی الله علیه و سلم تاکید کردن که ریشتون رو بلند بگذارید. صحابه اهل بیت از یک قبضه ریششون بیشتر بوده و این اصل است و ما حق نداریم که بیایم روی این مسئله تمسخر بکنیم یا که انتقاد بیجا بکنیم. این جزء شعائر دین است. هر کس که با شعائر دین تمسخر بکنه، انتقاد بیجا بکنه و به باد مسخره بگیره یا توهین بکنه به نام نمیدونم سلفی و علفی و فلان و علان، این انسان تحت همون حکمی که در آیه 65 سوره توبه الله سبحانه و تعالی در مورد کسانی که با قاریان قرآن تمسخر کردن در یک غزوات که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولئن سألتهم لیقولن انما كنا نخوض و نلعب قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. معذرت خواهی نکنید که شما بعد از اینکه ایمان آورده بودید کافر شدید. تمسخر کردن به ریش، به عمامه، به مکه، به نماز، به روزه، به قرآن، اینها همه تمسخر به شعائر دین است. ریش شعائر دین است. کعبه، نماز، قرآن، اینا شعائر دین هستن. کسی که جوک میگه، میخندونه مردم رو با استفاده از این شعائر دین در ذیل این آیه قرار میگیره. و اینایی که در این آیه که الله سبحانه و تعالی در موردشون میگه که انما كنا نخوض و نلعب قل ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، چی گفته بودن؟ گفته بودن والا این قاریای قرآن زیاد میخورن اما در وقت جنگ کردن بزدل و ترسوان. شاید به نظر مردم که امروز به نام اسلام و دین روزانه جوک میبندن و در واتساپ، در فیسبوک، در توییتر نشر میکنن، خیلی جمله عادی باشه. امروز تو بازار ببینید یکی رو مثلا اسمشو نمیدونن، ریش داره، آی ریش، آی فلان، تمسخر میکنن.
یا در افغانستان بیشتر به کسایی که ریش دارن مثلا با آی صوفی صاحب، یا در پاکستان اینطوری است، یا با عبارت‌های تمسخرآمیز صدا میزنن. بعد از این قضیه حاج سعید طوسی و تجاوز ایشون به قاریان نخبه ایران در بیت رهبری، من تصویری دیدم که واقعا کفر بود. یعنی یک قوطی به اصطلاح وازلین رو درست کرده بودن که بالاش نوشته بودن وازلین مخصوص حلقات حفظ قرآن. خب این تمسخر با حلقات حفظ قرآن است. حالا یک جانوری مثل حاج سعید طوسی اگر متاثر شده و در بیت رهبری، خب برمیگرده به مرشدش و به بزرگش که به قول افغان‌ها میگن خربزه از خربزه رنگ میگیره. حالا این جنایت مرتکب شده. ما نباید در مورد علاقات حفظ قرآن، کلا در مورد حفظ قرآن اینطوری تمسخر بکنیم. این کفره. همین تصویر متاسفانه در بین ایرانی ها داره رد و بدل میشه، در داخل ایران، در خارج ایران. اینها تمسخر به شعائر دین است. درسته که یک قاری قرآن در بیت رهبری این کارو کرده، این مشکل اون شخص است، مشکل قرآن نیست. و وقتی که ما میخوایم جوک درست بکنیم نباید به قرآن و به نماز و به روزه و به بیت الله الحرام و مثلا چند روز قبل توی یکی از گروه ها ویدیویی رو گذاشته بودن از یک گربه‌ای که داره نماز میخونه. این درست کرده بودن، فیلمی درست کرده بودن. این تمسخر بر نماز هست. یعنی بعضی متوجه نمیشن که دارن چیکار میکنن و اونایی که این کارو کردن در این غزوه و الله سبحانه و تعالی گفت که لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، نمیدونستن بعضی از اینها که واقعا این کارش کفره. یکی از اینها اومد خدمت رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از اینکه این آیه نازل شد و رسول الله صلی الله علیه و سلم عصبانی بودن، سوار بر مرکبشون داشتن برمیگشتن به طرف مدینه. این خودشو آویزان کرده بود به رکاب رسول الله صلی الله علیه و سلم و پاهاش داشت میکشید به زمین، روی خار و سنگلاخ و اینا، خون از پاش جاری بود. میگفت یا رسول الله منو ببخشید، یا رسول الله برای من طلب مغفرت بکنیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم در جوابشون همین آیه رو میخوندم: ابی الله و آیاته و رسوله کنتم تستهزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آیا به الله و رسولش و به شاعر دین داشتید تمسخر میکردید، معذرت خواهی نکنید که بعد از ایمانتون کافر شدید. گرچه بعد از اون چنانچه در ادامه آیه میاد الله سبحانه و تعالی اونایی که واقعا مؤمن واقعی بودن اونها رو بخشید و اونایی که مجرم بودن، منافق بودن و از این فرصت سوء استفاده کردن. اکثر این جوک ها و اینا هم بیشتر همین منافقین و کسایی که ایمان ندارن اینها پخش میکنن و بعضی از مسلمان ها ندانسته اینها رو میان این چیزها رو در بین جامعه نشر و پخش میکنن. الله سبحانه و تعالی در ادامه آیه احمد جون اگر نشون بدی در اینجا لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم این نعفو عن طائفة منکم نعذب طائفة بانهم كانوا مجرمین. اگر گروهی از شما رو ازتون بگذریم و ببخشیم به خاطر توبه‌ای که کردن، گروه دیگری را عذاب میکنیم زیرا که آنها مجرم بودن. و اشاره است به منافقین. من از سلیمان برادر عزیز و بزرگوار خواهش میکنم که وقتی که میایید شما به هر دین و مذهبی که هستید، با سلفیت هر مشکلی که دارید، سعی کنید رو شعائر دین تمسخر نکنید. فلانی ریشش بلند است، فلانی ریشش کوتاه است. اینا تمسخر به شعائر دین است. و اگر که مشکلی دارید، مشکل اعتقادی دارید، مشکل شخصی دارید با سلفیت، میتونید خیلی محترمانه مشکلاتتون رو مطرح بکنید و ما انشالله شما ببینید هر کسی رو که شما فکر میکنید که سلفی است خدمت همون شخص میفرستیم سوالات شما رو و ایشون پاسخ خواهند داد.